دریای اشتیاقم قایقم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک همدم گر با دیگرانم جانم با توست هر دم منو مای بس گمانی بشنو صدای قلبم من عشق و دوستیم از من چرا میرنجی تایپ تا خاموش کن. بگو نه آرزو، خوب
بچه کی است؟ یک کارمند نو پدرم است. بعضی وقت درایورش. همون جبانش خودت برو. عامر صاحب مرا گفته که باید اینجا باشم. خب خیلی که گفتید بیا اینجا خفشه. بیا سر تخت بیا. بعد گفتم برو بیرون باش. آرزو چرا اینقدر بد رفتار میکنی؟ او بچه چقدر بچه خوب است. آرزو این همون بچه نبود که یک روز در مغازه دیدیمش؟ نه بابا تا معلوم گیده دیدی خیال مامایت میکنی. اوهو نصیر بچیم چرا اینجا ششتی؟ آهسته مادر جان. حال دیگه در خانه خسرت کسر گپ زدنم نمیمونی یا ای که تمنایت ناراحت میشه؟ چرا جان مادر؟ بمرم مادره چی گپ شده؟ اوه خدایا چی درد عذاب است که برای بچه میدی؟ هیچ گپ نیست مادر جان. این اشکا هم از خوشی است و هم از ناراحتی وجدان. اگر تمنا بفهمه که او مرمیر ما فایر کرده دیگه شاید هیچ طرفم نگاه نکنه. بچیم تو رو به قصی خو نزدی، تو خود جانت در خطر انداخته او رو نجات دادی. مادر جان من از شما یک خواهش دارم. شما را به سرم قسم است که هیچ وقت برای تمنا نگوین که من بچه‌تان هستم. حتی آرزو هم خبر نشه مادر. مادر جان آرزو خبر داره که مرمیر ما فایر کردیم، اما کاکا عظیمم گفت که آرزو به او وعده کرده که او هرگز به تمنا نمیگه که مرمیر ما فایر کردیم. وقت به خاطر به دست آوردن دل تمنا تو میخوایی امرای مادرت مانند بیگانه رفتار کنی. هیچ کسش خطر اندازه کده نمیتون. درست است مام به دست خودی سنگ کلان سر سینه میمانم.
شکر که بخیر گذشت. خاله جان شما بشینید. سلام خاله جان. نصیب دشمنا بچه. شکر که بخیر گذشت بچیم. چطور هستی؟ خاله جان بریم در دیگه اتاق. نه دخترم، همینجا درست است. تمنا جان آرام باشه. بریم خاله جان. امی تخت خواب چپرکت بیخی بدم آمدم. آل فضل خدا خوب استم. دکتر صاحبم گفت که خانه که رفتی میتونی که دستت باز کنی. خود دخترم قصه کو کیامت چطور شد؟ هیچ نمیفهمم خاله جان. در خانه نماز میخواندم که دفعتا 2 نفر به من حمله کردن و یکیش به بازیم پیچکاری را زد. دیگه نفهمیدم. بسیار مردمای بد بودن. از او کله بعد یکی دیگهش بود کی را به من میزد. چی؟ ای پست کی بود؟ هرچی کدم که چهرهش ببینم ولی تاریکی بود. مگم هر کسی که بود مرا میشناخت. چرا خاله جان در چرت رفتی؟ راستی بچه که در بیرون استاد است کی است؟ یک همکار نو پدرم است. به خاطر محافظت ما وزیر روانش کردن. بچه خوب معلوم میشه. نامش چیست؟ نمیفهمم. به فکرم نصیر باشه. نصیر. نصیر؟ هم نام بچه ایم است. مگه این بچه من نیست؟ چرا در بیرون استادش کردین؟ همون جوانش عسکر است دیگه. ای درست است که او عسکر است. مگه مو هم یک انسان است. بخ بلند شو را بگو که بیا یک گلاس چای برش بده. خوار جان تو درد خدا بنال. تو را به چای دادن مردم چی؟ اوه از این بیادر؟ از این بیادر شکر که بخیر گذشت. تشکر نسرین جان. خود دیگه چیزی که تقدیر و قسمت انسان باشه. راستی همه چطور شد؟ یا کیا بودن؟ و چرا تمنا رو اختطاف کردن؟ دیگه کی بودن میتونه خاله جان. حتما جنایتکارا بودن. شاید کدام نفرشان بندی کرده باشه. به مو خاطر قصدش از ما میگیره. امروز تمنا رو اختطاف کردن سوار و شاید مرا بکشن. خدا نکنه. هیچ چیزی که نمیتونم. به تو غرض نیست. اما که سر دسترخوان ماندی باید خدایت شکر کو. آرزو توجه زبانت باشه. راست میگم پدر جان. هیچ یک داره که در زندگی ما مداخله کنه. اما که خدا نسرین گفت که عسکرم یک انسان است. به مو خاطر ما خانه ماندیمش. اگر نه خوب نصیر بیشی
بس از دگار زو. نسرین جان، تو که میفهمی که من در افغانستان هیچ کس کوی ندارم، بچه‌ام ندارم. وظیفه ما بسیار خطرناک است. زندگی من روز در خطر است. من اسیری که یک افسر با ایمان و با شهامت است در خانه خود راه دادم تا از اینا حفاظت کنه. شما بگویید ما کدام اشتباه کردیم؟ من که نصیر جان ندیدم به یاد بچه‌ام افتادم. نصیر جان هم مثل ازی همه تو با حوصله و بردبار است. شاید که آرزو جان کدام رنجش داشته باشه، پس آنها درک خواهد کرد. نه خاله جان، از روز که پدرم پلیس شدم ما یک روز خوش ندیدیم. یک روز ما را در بازار آزار میده، یک روز در شیشه ما سنگ میزنن. امروز تمنا را اختطاف کردن، سبا روز قتل. ما نمیخوایم این قدرت. چی میگی آرزو؟ امروز که با آزادی کامل میری درس میخونی، شب و روز آرام بدون کدام ترس از خانه مبرایی، این همش از برکت یک پلیس است. امروز که پیش پدرت زبانت مثل پری آسیا وری کر 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 قدمه خانه، یا از برکت یک پلیس است. اگه عامر صاحب اخلاق یک پلیس خوب نمی داشت، یک پدر خوب نمی بود، حال به ایال نمی بودی. بری خلاص شد؟ از این بیادر من باید برم. بشین نسرین جان، دهلیز شب کجا میری؟ پس تو بخیر برو. دمی روزا رفیقت از دبی میه. اگه من نباشم عادتایش خو میفهمی. حال بر سمیر زنگ میزنه میای مرا میبره. ضرور نیست که به کسی زنگ بزنی. این نسرین جان از شما را میرسانه. نصیر بچه، نسرین جان برسانه. درست است عامر صاحب. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی، مغرور به تکلف اندر بساط هستی. من ساز زندگیم از من چرا میرنجی، پیغام آشتیم از من چرا